حاضر این کس رو میگیریم. سلام علیکم. این کس مهمانی شناخته هر وقت برنامه من اکمل استانایف هستن. مهمان دائمی. پرپیسکا بپول. پرپیسکا بپول. زتا پرپیسکا سیمش پدرکا. خب درست گفتید. خوب هستین اکمل استانایف. امیدوارم بخش امروز من برنامه رو کمتر دیرتر سر کردم و مهمانی که دعوت کرده بودم باز یک دو نفر دیگر رو وارد شده تمایستان. خیرت که خشم وارد شدید. کمتر نظر فکر خود رو میگفتین. پیشتر گفته بودین در برنامه پیشتر البته گذشته. لیکن این موضوع دیگر است. این موضوع کمتر دیگر است. نام موضوع رو میدونین به فکرم زید مشقه. بله من نه همش گفته بودم اما خیر که فرصت پیدا میکنید. اولا که سلام و درود با کل بینندگان کانال شما و برنامه‌های جالب شما که امروز خیلی که من پیشتر کمی رکلام هم کردم در فیسبوک این برنامه را چونانه که همین تلفن هم گفتم که همین ورسیاش هر وقت ابنولیت میکنه اما ما مردم تاجیکستان چندین صد ساله ها میشه که هم ورسیای مغزمون ابنولیت نکرده ایم اما یک ورسیای کهنه در چسبیده موندگی همون خطی آمده استیم. باید ما خیلی برنامه ها را بیشتر خیزانیم برای که چندین صد ساله ها هست این برنامه ها بگیم که روی اکران آمدگی نیست که تو که مردم از اینا چیز آگاهی پیدا کنن چیز دانن. واقعا هم او دفعه ما گفتنی ها زیاد داشتم اما متاسفانه نه همش گفتم. این فرصت برای شما شد. بله امروز فرصت شد برای من. ببینین که اصلا ما بسیار همون دعواهای گویم که زنگی یا که و غیره ها میکنیم البته که با مطابق قانون اگر ما وضع شرایط خودمون نگاه کرده اگر بگیریم ولی باید این چیزا اجازه داده شود. اما یک چیز ببینین که من در همین اروپا هم قدر گشتم مشاهده نکردم که یک اروپایی زن داشته باشه. بله. بسیار دوست ها دارم. شرایطشون خوب است، درآمدشون خوب است. حتی که رئیسای فیرما ها و کلان چیزا هست اما یک زن دارم. یعنی سبب در چی است که مردم ما $500 پیدا کرد دیم زن رشاد چه میگیره. من عجیبش در همی هستم. اما همون انسان فرداش فکر نمیکرده باشه که فردا چی میشود. برای که در جامعه ناسالم ببخشن یک جای ناسالم ده مرغ حتی تخم نمیکنه. اگر که دو بار همونجا تخم کرد که در اونجا تخمش پیشک دزدید سیم بار مرغ در همونجا تخم نمیکنه. یعنی جای تخم کنیش هم دیواز میکنه. وقتی که جامعه ما ناسالم است ما خودمون دیده ایستادیم مشاهده کرده ایستادیم خود انسان ها میروند در روسیه کار میکنن نه از بیم از کار یک پسردنیکی دا میگذارن یا که یک برگادیری دا میگذارن اوژه و دوتا و سه زن میگیرن. یعنی که کم درآمد پیدا کرد او رشات دیم و سیم زن میگیرن. پرابلم سر ای است که یعنی که او زن برای نگاه کردن یا که نمیدونم برای که یک عائله مستقل کردن چونانی که پیش گفتیم در برنامه پیشتون در فرزندای خودش انسانی که یعنی نسب خود نمیته در فرزند خود یعنی که انسان عائله خودش در جامعه همچون عائله خود قبول نمیکنه پنهان میکنه. ما چخیل بگیم که او زنه یعنی که دیم زن بگیم یعنی این چیز ناممکن است. وقتی ها اگر دیم زن هست مثال گیریم همون فرزنداش قبول کنه نسب شبتیه و دیگه چیز دیگر هست که ما در او برنامه یعنی رشک زنها را در نظر گرفتیم. گفتیم که زنها رشک داره یعنی که رشک مرد گرفتیم رشک زن گرفتیم و گوناگون رشک ها را گرفتیم. اولا که منظرت ما هر برنامه شما در همه بگیم سر رول رفته استادم تاریکی ده یک بار خواسته بودم از خانه شیشته شرکت کنم این صحبت را کنیم نه که به هر مشکلی ندارد. اما ما یک چیز نمیگیریم که در اینجا در مثال که اینجا رشک فرزندم است نه تنها رشک زن نه تنها رشک زن ما را خودم مثال پدرم دو زنه و سه زنه بود سه تا زن داشت
رحمتی پدرم. بله انا بگیم که مثال امکیام هستن دزنه یا که خیش تبار تقویم هست دزنه شاید همه اولادی ما دزنه هست هم یک تخدم ای همش قفا موندگی یکون تاشا نگرفتم بعد اینجی داشتیدنم یعنی بیم ده مثال یعنی یک تمه خدم دزنه نیستم. ببینید وقتی که همون پدر هم از این است هم از این است پدر، اما اون زنی که یکم گرفتگی است فرزندای خود نظر به فرزندای او بالاتر میسته، یعنی نمیجا او رو بین یعنی که رو نکرده نمیتونه. برای چی سبب هست؟ میبخشید نفهمیدم. برای چی سبب هست؟ برای چی؟ آخی در اینجا رشک فرزندم است. حق خواهی نخواهی فرزند رشک میکنه. هر یک پدر هستن اما در مادر دیگرش ایش رشک میکنه، ایش در مادر ایش رشک میکنه، ایش در لباسخری در یعنی که این رشک گویم که رشک فرزند است. این چیز است. بعد سومین چیز ما داریم که پدر مادر ما قبول نمیکنه، برای آنکه آن زن یکم که پدر مادر دادگی است دویم زن خودت گرفتگی است. اینجا ما بسیار مشکلی ها داریم. این یک تنها این نیست که ها هم گرفتی یگان از بازار یک نمیدونم یک کرته باشه رفتی خریدی پول شد دادی تا هم خلاص بیزنسمن هم خلاص. اینجا همین آینده یعنی من ندیدم که همین زنه یعنی که سالم بدن شه، یعنی بله در جامعه نشان دادنش ممکن است سالم است در جامعه، نیکی تقای خدم مثال گیریم انا خیش تبارای خدم تقایی خدم مثال اما کیام پدر خدم از آن جمله بود. یعنی اینا واقعا هم بگیم که شاید شبش راحت باشه و روزش زهر. شما خود با چشم خود مشاهده کردگین؟ من خدم دارم خیلی یکی از اما اویلایی که بگیم که پدر من باید زنی دیگر داشت که یک زن داشت از او جدا شدگی بده باز یک تا گرفت فقط همون خطی میگم سه تا میشود او از یک تا جدا شدگی بود باز یک تا دیگه با گرفتگی بود. خدا رحمت کنه وفات کرد و مادرم یعنی که خیلی برای ما مادر واری بود، اما متاسفانه بچه در اینجا رشک نمیکنه. بچه اگر مادر شوهر کنه بچه رشک میکنه، پدر زن بگیره بچه رشک نمیکنه، اگر که مادر شوهر کنه دختر داشته باشه دختر رشک میکنه. من این چیزا رو همش پسیکولوژی چیزی که درونش گذشتگی اومدگی هستم که چخیل میشه این سیتواسیون. برای همو تنها اینا برای استراحت میگیرن، برای گویم که بله هستن مثال گیریم در اویلای ما هم خیلی هست انسانی که دویم زن داره یعنی در اولادهای ما واقعا هم ینگم گویم که کسل است مریض است، برای که زن گرفتگی بود یعنی شرایط زن مریض شدگی است یعنی کسل شدگی است، کسلی داره نمیتونه مثال شوهرش خدمتش کرده خودش گویم که اجازت دادگی است که مثال تو مردک هستی اما این انسان زنش پرتافتگی نیست، خاطری که اوجا فرزند داره کودک داره دستگیری میکنه گویم همه وقت نگاه بین میکنه همش میکنه، اما زن دیم هم داره. اینجا حالت ها گوناگون است. هست انسان هایی که همین چیز لازمی دارن در همین چیز باید همین کار بکنن، هست انسان هایی که ندارن لازمی در این چیز. زنش هم سلامت است خوب است احترامش میکنه اوقاتش میکنه مثال گیریم همه شرایطش خوب است، اما بعضا همین 4 تنگه افته گویم که مستی میکنه یعنی رفته باز از همون زن خودش یاشتر گویم فرزند نداشته باشه کوشش میکنه یا که اگه فرزندی میدک داشته باشه اما بعدی چند سال دیگر بعد از پرابلم ها سر میشود. حتی که فرزندی که فرزندو اگر از دیگر پدر باشن اینا بینشون پرابلم داره در یک خانه از یک مادر بودن. یعنی این چیزا مشاهده بسیار میشود. همین مشکلی است، همین پرابلم هست برای اویله کردن. همه این را باید رشاد شد بگیرید. اولین چیزی که پدر مادر تو را قبول نکنه، یعنی او انسان هم که شوهر کرده در خانه اومده در پیش خسرش خشتومانش گویم که 6 تا اوقات خورده نتونه، فرزندای او را قبول نکنه، بابا و ماماش فرزنداش قبول نکنه مثال گیرید.
اینجا مشکلی ها زیاد است، اما میگم که آدمی دزنه شاید کم شبش راحت باشه، اما روزش زهر است. یکی ایره نشان نمیده، ایره در یگان جا نشان نمیده، پنهان میکنه همه وقت، گویا که زندگیش خوب است، گویا که همه خوب است. دویم، آدمی دزنه باید هر روز دروغ بگه، این زنش دم دروغ بگه، این زنش دم دروغ بگه، یعنی که او گپی راست نمیزنه. دو ما پیرش اولادای خدمت میدونم، مثال خیش تبارای خدمت میدونم، مثال من خونه ای ینگم هم میرم، خونه ای ینگم هم میرم، هر ینگام مثال گیره من در بیناشون جدا نمیکنم، خیلی پرابلم ای واست. اما ای جمع میوید دروغ میگه، او جمع میرود دروغ میگه. اگر در او فرزنداش چیزی خره، ای زنش میگه که چی بیده نمیخری. ای او یعنی زن که برابر فرزند نگاه کرده نمیتواند، درست؟ دروغ برابر گفتی هیچ وقت نمیشود، هیچ وقت برابر نمیشود. ببینین یک مردک اگر میلیونر باشه برابر کرده نمیتونه، سببش که سه رونا رشک یورا برده نمیتونه. فرزند، من گفته استادم که فرزند پدر مادر قبول کردنش، یعنی که یعنی زنی دیم اکثر وقت کسی قبول نمیکنه. بازی رمو خیانگایی که مریض است، مثال سلامتیش خوب نیست، با شوهرش اجازت دادگی است، اما پدر مادری او قبول نمیکنه. او زنه آمده در خونه زندگی کرده نمیتونه، در حالتی که با اجازت دادگی است، هنگام که بیاید در همین خونه زندگی کنه، من ترا افسون وجود کرده نمیتونم در این خونه، مریضم، تو مرده که باید خری اوقات تیار کنم، مثال زندگی تا باید نگاه کنم، من نمیتونم همچون زنم بیکاره کرده، بیار در همین خونه یک خونه دیگه در زندگی کنم، اما پدر مادر رو قبول نمیکنه، نمیاری، میگه میرای میای اوجا نمیاری. یعنی این خیلی این چیزا بسیار هستند در جامعه ما. برای همین مردم اروپایی چی را میدونن که دیم زن نمیگیرن، اگر پولی که اینا دارن باور کنین 20 تا زن هم روزی دراز سالیاری و کاسمتیکاش هم ابیسپچوت کرده میتونه، تمام چیز ابیسپچوت میکنه، لیکن یا تا میگیرن. برای که این پرابلم ها را اینا در درسای اویلوی خودشون بیم همه وقت گذشتگی هستن، میگذرن و میفهمونن با یا که دویم زن گرفته، سیم زن گرفته، ما پروست خودمون دا پرابلم میکنیم. یعنی که از روی شریعت ممکن است، درست؟ اگه دیگه ما شریعت چنگ گفته استودم، ایروی دنیاویش اگر که نمی از روی دنیوی مشکل است. ایروی تمام چیز اگر ممکن هم باشه، یعنی که نمیتونی برابر کرده ده تزنه. اگر که گرچن اگر بگم که مثال کدومی نباشی تک بیاد چیشه نگم، یعنی این خب من چیز اینجا نادرست است، یک نادرست سال است، برابر کردن نادرست است. اگر مطابق قانون گیرن، تاجیکستان در میره قانون جاری کنن، بگیرین مثال گیرین، ما برای که ما مثال با مطابق فرهنگ و مدنیت تاجیکی مون گم نکردن، یعنی ناسیونال نیستی ما که کم موندگی است، تاجیک مثال 10 میلیونیم، یک چند میلیون در دیگر جا هستن موندگی است، ما همیشه برای رشد دادن که ما مثال همین تاجیکی باشیم، ما باید قانون کنیم، خدمات مثال گیریم، دیگر اگه سوز ما هم علاوه در گیریم، هم مجبور چشممون پوشیم بگیریم تای ستای نگاه کنیم، در حالت که باز دولت برای دو زنگی ها باید پول جدا کنه. دولت از حساب دولت پول جدا کرده شود که تو دو زن داری، یعنی که چخیل نهیجه دو گودک کنی پول جدا میکنن، میتند ماهانه که مثال تو دو تا گودک داری، گودکا تا نگاه کن. ما اگر برای ملت خواهیم، اگر خواهیم که برای ملت باشه، ما باید تاجیکستانی مون، یعنی مدنیت، ملت، فرهنگ رشد بتیم. اگر تقسیم نشوه که مثال از خیتایی فرزند نشوه و از دیگر چی فرزند نشوه و یعنی که گفتم ارالش مراد نشوه نموشون، ما برای او چیکار کردن من در کار است گسودرستو برای اگر تاجیک بدن پول ولاجیت کنه، باید با اینا پول داده شود که ماهانه او صدرش بود کرده بتونه تزنه، یعنی که معاش داده شود، فرزنداش ده پول داده شود تا که عذاب نکشه مرد زن گرفتگی، کمتر غربتش کمتر شود در اویلش. یعنی برای که ما مرد که شود، برای زن چی؟ برای همون اویله پول داده شود میگم. اما ببینین یک چیز دیگر رو ما قید کنیم، در تیبت گفتنی یک تا جاست،
در اونجا آزاد دو شوهر کردن اجازت است، حکومت را اجازت دادگی است. برای چی؟ برای که در اونجا دختر به نهایت کم است 3 اکاو دلار یا که 4 اکاو دلار میتونه یک زن بگیره. 2 اکاو دلار اگر در اویله 2 اکاو دلار باشه، ببخشید، اگر در اویله 2 اکاو دلار باشه میتونن 2 اکاو دلار یک زن بگیرن، یا که نمیدونم 2 تا امک بچه میتونن یک زن بگیرن، یعنی 2 انسان میتونه یک زن بگیرن. برای که اوجا اگر با مطابق همون زمانش اگر ما نگاه کنیم دختر نیست، به نهایت دختر کم است. دولتی دا اجازت دادگی است، حتی که قانونی هم کردگی هستند و حتی که بگیم که کمک شون میکنن، یگان مبلغ کمک شون میکنن تا که او انا زناشون بگیم که نگاه بین کنن. این هم خیلی مشکلی هست. اگر همه مشکلی ها را ما برطرف کرده بتونیم چرا نگرفتن 2 تا زن؟ البته که باید بگیری، اما این مشکلی ها برطرف نمیشه و با انسان یک انسان خودش و این مطابق شرایط ما با وحشه برطرف کرده نمیشه. بله ها کدامی از که جای 4 تنگه میوه از پس ردنیکی یا که نمیدونم از دیگر کار میروند تا زن میگیرن، اما این ویچ نیست. رنگ همون سالای پیش وعده استالین در بایمه چیده آدما 12 تای 13 تای زایده، استالین مرد دیگه بچه‌هاشون از صرفه نمیروند کجا کنن، برای که استالین نگراد میداد، استالین پول میداد، استالین برای بسیار فرزندان مدال کیلو میداد. همه خستن با همه استالین 12 تای زایدن، سلامتیشون او گروبیت کردن، زنکو پرتافتن، استالین مرد. چی شد بعد؟ در اون وقت نسل زیاد میکردن، برای زیاد کردن برای نسل گفته استالین وعده داد که مثال یوردان تون میکنه پول تون 12 تای زایدن حساب اینا با مومای ما پایگاه میکردن بسیار زایدن دا که مدال استالین بگیریم. مدال استالین نگرفتن، روز شید گشنه شید، بعد 1 سطل گندم حالشش کردن. واقعا چنین بود، لیکن در اون وقت گرچنده که بسیار تولد کرده باشد هم مادران ما نگوبین کرده میتونستن. واقعا با چنین نبود در اون وقت. من از همون دور زمان مثال آورده استادم که مثال مومای ما 12 تای 15 تای 13 تای برای مدال تولد کردن که مدال استالین بگیریم. مدال استالین نگرفتن، چیکار کردن؟ جنگ شد، استالین مرد و جزیر شد، خستن باید سطل گندم مدال استالین حالیش کردن. چون این حالت ها هم شده است. من یک میخوام سوال تیان شما اگر چی باشد فرصت داشته باشید. بسیار وقت نسبت زنهای دویم مشوقه میگن، شما چی فکر میکنین؟ این تحقیر به اونها نیست؟ زیرا اونها هم زن هستن، مادر هستن، خواهر یگان نفر هستن، لیکن نکاح کرده هستن. نسبت اون زنها اکثریت وقت مشوقه اونها رو همچون خیلی که پیشتر گفتین زن قبول نمیکنن گرچنده که نکاح داشته باشن. البته چطور بگم که یک دقیقه سوال تو جولی بود اکنون اینجا مشکل سازمانو برای اینجا این والیتا دا پارکوفته کردم قد شما گپ بزنم باشد. این والیتا بیرنتر برامش طرف نکنم. تحقیر است، واقعا هم تحقیر است، اما این تحقیر ما مردها کرده ایستادیم. من از پیشتر گفتگی تمام گپ من مثال همین بود. ابیسپیچ کرده نمیتونه، قبول نمیکنه فرزنداش، قبول نمیکنه مثال گیریم خیلی مایلی میگه مایل یک زنش رشک میکنه زنش هست، اما فرزندو قبول نمیکنه، پدر مادر قبول نمیکنه. عموما گویم که این استاتوسی شامل شدن همون عائله مرد نداره، در توی مرکه‌اش نیست، در مرگ خداییش نیست، نمیتونه در اوجا بدن. خیلی بد میتونه که استاتوسی زن داشته باشه. زن چیزی هست که در همه بگیم که مرکه توی زودروز نمیدونم مرگ مرده مثال همچو عائله همون انسان در اوجا میسته مثال خدمت میکنه در برش میشه، اما در اینجا وقتی که ما دیده نتونیم او کدام استاتوسی زن نداره در عائله. واقعا هم چنین هست، نداره بیچاره استاتوسی زن، یعنی همون یک استاتوسی مشوقه بر این است. تنها همون و اصطلاح زبانی توجیکی کردگی هستن زن مای نیکو کردگی، اصلا یک مشوقه بر این از زنی دیمش مثال گیریم هر زمان میتونه پرتوی رو، هر زمان میتونه که
نگاش نکنه. نامش زن دوم است لیکن همچنین رولی معشوقه رو بازی میکنه. درست؟ نامش زن دوم است. بله. یعنی در همون میگم که برندی که همون زن است، اما بگیم که استاتوسی زن نداره، یعنی حقوق زن نداره. او همه وقت در حراس است. او زنم گویم که یگان چی شوه میپرتوه میروه. نسبت این رو ببینید، من پیش از چی کردم یک چی نقل کردم، قضیه یک زن رو نقل کردم پیشتر. نسبت اون مردهایی که دو زن میگیرن واقعا از یکم زن کیم چند فرزند، از دویم زن با کیم چند فرزند در خانه اجارگی، لیکن عینی ها وای زن نمیدونه چیکار کنه، حتی فرزندهایش در نام خودش نیست. همون زنی که یک تایدگم یک نوار دیگه برآمدگی بود. مثال گیریم مردی که زن میگیره خودش در پزولیت میکنه زن گرفتنه، چرا خونه نمیگیره برای او زن پیش از زن گرفتنه؟ چرا میبره در کوارتیر میشنونش؟ وقتی که انسان در کوارتیر میشنونه معنای او را داره که او توانایی زنگیری نداره. فهمو در اینجا با کودکو زنها کودکو همه سرسون سرگردون، همه سرسون سرگردون. یعنی که مردهای ما که دویم زن میگیرن اکثر وقت نقش خود رو خوب بازی کرده نمیتونن، وظیفه خود رو اجرا کرده نمیتونن در نزد پیش زن، فرزند و جامعه. اون من گفتم ممکن است. پیشتر من ایرا قید کردم که مثال مرغ اگر یک جا که تخمش گم شود دو بار پیشک بدزده اونجا تخم نمیکنه. جامعه ناسالم، مرد استاندارد پستایانی گویم که نداره همون چیز، همون شرایط که مثال و بدونه که نمی قدر داره. ها میره و روسیه ده پس ریدینگ میشوه یا در تاجیکستان میاره یگان چه خیتای ده بر میفروشه، او را شاد نمیگیره که فردا او تماشنیا پرابلمش میکنه، فردا مگزینش میسوزه، فردا یک چیز دیگه میکنه. جامعه ناسالم است، میتونه که دست بزنه. جغران پولی در دولت نیست، استراخوفکا پلاتید نمیکنه. یعنی همون مالکیت که اگر 1 تومن داشته باشی یا 10 تومن داشته باشی او گارانتی نداره در دولت ما. اینمی روزداری فردا گم میشود تمام. یعنی که هیچ که او را روپوش نمیکنه بته، یعنی که استراخوفکا باشه دیگر چیز باشه. با نام هوای 2 سوم خسته زن میگیرن، 2 سوم پیدا کرد میروان زن میگیرن پینهانی دایر بودین در وای برنامه. به فکرم خطا نکنم یا از پستی زن میگیرن یا از مستی. بله همون میگم که 2 سوم پیدا میکنن زن میگیرن، یا که انسانی که دیم زن میگیرن اکثر مردا. مثال گیره من میدانستگیم هم هست، خصوصا زنای را میگیره که خودش خود چه نگاه کرده بتونه. مثال مثل شما یک بگیم که ادوکات باشه درآمد، معلمه باشه در مکتب یک اونجا در یونیورسیته در معلمه باشه، بیزنسمن باشه در بازار، تمام کوششاشون که هم خیلی زن بگیره. خب فرض کردیم اینم اروپا را میگیریم مثال میاریم، همین جمع هست زنایی که شوهر نداره. من شما را میشناسیم کی هستن، چی با اونم را نمیگیرن؟ او بیچارم نفس داره. اگر عینیگاه اسلام بگیریم اینا فرض کردیم صحبت کردیم، همین بیچارم نفس داره. مایل اوقات چنته مایل اویلیکش اروپا دوده است اوقاتش نته، مایل کوارتیرش نته اروپا دوده است اقلا نفس داره که در پیش خدا چی با نمیگیرنش؟ چی با نمیگیرن امیره؟ من گفتم برای که سالش کلانتر است، سالش کلانتر است نمیگیرنش، میروان یوش میگیرن. دیم زن همیجا چند تاش دیم زن میگیرن، میروان بازم یوش میگیرن. چی با اونامو زنه کنه میگیرن؟ چی با این دیگری زنه کنه میگیرن؟ چی با اونامو دیگریش نمیگیرن؟ سین سالشون کلونه. یعنی که شما گفتین هستین که زنهایی که در حقیقت مفتوجن اونها رو نمیگیرن برای ثواب نمیگیرن. این جنا ثواب یا همشون در کویچ که بگیم برند است، فن کردن است، نمیدونم چون ثواب باشه مرحمت پری ثواب است. این همی جمع هستن بیشو زنکای هستن بیشو چی با نمیگیرن؟ مرحمت ثواب بگی. نه اینجا همون معشوقه گفتگیتون هستین، همون نام تو پاتوغری از زنی دیم زن است یا معشوقه است. استاتوسی زن دادن نمیتونه، مرد با او استاتوسی زن دادن نمیتونه. فهمم. این فکر و نظر شما بود؟ این فکری نظری ما است، کنکریت من دیده اومدگیم است از اما اول توضیح. شاید اشتباه کنم، شاید انسانایی باشن بگن که خطا گفته ایستاده است. هر کس فکر نظری خود رو دارد. برای اوید این بحث کردن نداریم، خود این مسئله بحث نوک است. بله خب
من میگم که اگر دولت ما اگر این چیز قانونی کنه دتا یا که توسعه تر اجازت بده سوسیال کمک کنه ماهانه آدمای دزنه را مثال اویلیکوشون هر کارخانه ایده میشود دوینای اویلیک باشه مثال گیریم دولت یاردم باشه ماهانه آر چکر روغن یاردم بتن از حساب دولت تا که ما ناسیونال نیست مونا گم نکنیم تاجیک بدن مونا گم نکنیم نه اینکه اوچش تاجیک اوتش خیتایی اوچش تاجیک اوتش نمیدونم یک ملت دیگر نباشه ما اگر ها تازه تاجیک یعنی که ببینید انسان ها از اسب یا که از سگ برای نسل گرفتن یعنی که یک سگ تازه گرفتن چقدر رسخودها میکنن سگ میکوان او را نگاه میکنن این سگ نمیمونن میبندن اوقاتش میتن وقتش میاد که از او سگ تازه بگیرن یعنی که برای سنگ جنگره بگیرن با پول میتن برای خیلی سگا که یعنی که بیارن سگ بگیرن ما که انسان هستیم که سگ نیستیم ما برای تاجیک تازه گرفتن باید گفتیم گپو باید راز خود کنیم باید این چیزا را اویله ها را پدرجمت کنیم 100 سال که مثال دو زن خواست استاتوسی اگر خونه اجتماعش هم رفتن نتونه اما همون شرایط باشه در اویلش که اقلا فرزند یک تاجیک تازه خودمونه بگیم که همون تاجیک تازه بدگی مونه بقپیم بیستیم فرزند خود رو قبول کند اقلا فرزند خود رو قبول کند مرد ما میگم که خاص برای قپیدن فرهنگ و تازه قپیدن ملت اگر ما خواهیم شخصا من پرزیدنت میبودم اگر شخصا من پرزیدنت میبودم سوسیال کمک ها جدا میکردم انم خیلی حالت ها که بگیم که کدامی که زنکور هم خیلی میگیرن نگاه میکنن اویله میکنن من پول جدا میکردم ماهانه برای که من میخوام که مثال من میخوام در وطن من نباشه چالش مثال گیرم اوتش خیتایی باشه خب اوتش خیتایی باشه من در معقول نیست مثال نه دینی ماست نه دیگه چی هست یا که نمیدونم اوتش یک نمس باشه یا اوتش یک پولیاک باشه مثال من در معقول نیست مثال من در که معقول نباشه من پس از این پس چیکار میکنم پول ولاجید میکنم که تا که نسل تازه شود تازه نسل تاجیک از تاجیکستانی خدمون باشه مثال یگان مشکلی نداره من طرفداری هستم همیشه فکر میکنم ما با پایان میرسونم گپ ما دیگر تکرار نکنم گپ ما دوباره و سه باره امیدوارم که برای بیننده شما هم کمی فهماتر باشه و دوستای عزیز حتما کانال پدر کنید واقعا موضوع داغ است باز هم یه بار دیگه تکرارا میگم این چیزا که ما چندین صد ساله ها ورسیامون ابنولیت شدگی نیست یک ورسیه دا موندگی است درست هم فعال نیستن باید ما ورسیامون ابنولیت کنیم یعنی جهان بینی مفکوره را ابنولیت کنیم مفکوره باباکلانو منقطی زندگی نکنیم امروز باید ما مفکوره زمانوی خود منقطی چیکار کنیم مطابقت کنیم زندگی کنیم زنده باشید سلامت باشید خدا نگهبانتون برای برنامه‌تون تشکر که بسیار برنامه خوب انا همه بیننده شما هم سلامت سربلند باشید خداوند باشید زنده باشید